و ما تصمیم آخر زنگ بزنیم با ولایت سوخت ببینیم که در سوخت چی وضعیت است در تئاتر. اونا از روی کدام برنامه کار کرده ایستادن. خب الان ما از دوشنبه و از بختر اطلاع گرفتیم، ولی با یکی از تئاترهای شهری ولایت سوخت در اختیارش تماس میگیریم برای پیوست شدن با تئاتر شهری کانیبادوم که دسترستر از همه. خب شما شنیدید که در دوشنبه سلام علیکم. سلام علیکم. غیرجان قادیروف. بله. سلامت باشید. من از افیر مستقیم رادیو وطن دلیر شما را تشویش میتیم. معذرت. سلامت باشید دلیر جان. شما درست؟ سلامت باشید. ما کمی پیشتر با نماینده ها از تئاتر لختک و از تئاتر شهر بختر صحبت داشتیم. اونا نگاه کرده به دوره پاندمی و حتی سیتوت که من کرده از جشن سال نو، ولی یک نمایش‌های تربیوی و حتی نخست نمایش‌ها برای تماشابیناشون دارن در رپرتوار. برای تماشابینای خردسالشون پیشنهاد میکنم بفهمید که در کانیبادوم در ولایت سوخت چی وضعیت است و شما چی نیت دارید پیش از سال نو؟ اول خوشنودم برای همکارا که همین اقدام پیش گرفتند و الهام و انانه‌ای که همه ساله بود. یعنی نموندن نگذاشتن که همین چی کنده شود، یعنی سلسله. و ما هم همزمان همین چون انانه یک نمایشی کل کنه آماده کرده استادیم این حال. باید در رسای نزدیک آماده شود و اگر چی نشود، اگر در صحنه گذاشته نتونیم میتونیم با نقشه هست که آنلاین در یوتیوب کانال خود پخش کنیم نمایشه. حالی ستاد شهری کانیبادوم چی میگه؟ تا حال آمدن تماشابینان را به تئاتر اجازه ندادند؟ از اون ما اجازه بود. از سبب که همین بخشیده با سالی رو همه چاربینی و منش دیگه است و همین گونه یعنی تشریف ها هم در برابر یعنی همین معرکه من شدگی است. امیدوارم که ماهی ینور این چیز چی میشد و برطرف میشد. با اقدام بسیار خوبتر شما این گفتید که صفحه یوتیوب کانال تئاتر کانیبادوم که حتی مردم میتونن از تمام جمهوری تماشا کنند، شما یک نمایش بازیچه ها را به همین شکل پیشنهاد کرده بودید خطا؟ بله. یوتیوب کانال ما همین سال یعنی یک به این نو گرفت، تازه گرفت، الهامی تازه گرفت و ما همه روزه هرچی در آنجا پخش کرده شدیم که برای تشریفگران و اومن بیننده هاشون زیاد شوند. این یوتیوب کانال نه فقط به شهروندان اومن جمهوری خدمت میکنه و برای آنهایی که در برون مرز هستند، یعنی در روسیه هستند، ما چند بخش ها داریم که برای آنها خدمت کنند و امیدوارم که صفحه‌شون زیاد میشه. ولی همین از همین نمایش نوتون میخواستم پرسم که نخست نمایش اگر در تئاتر خدای نکرده اجازه ندین در یوتیوب کانال مردم کی باید انتظار شود؟ کدام روز؟ البته روزی سالی نو، یعنی همین خیلی ما نقشه کردیم یا 30 یا 31 چی داریم نیت داریم که پخش کنیم. نام نمایش چی است؟ نام نمایش حاضر یک نام کاری دارد. بله. یعنی کسب من افتخاری من، یعنی ما یک آزمون هم گذراندیم و همین باز امید دارم که نامش دیگر میشه چون که ما میخوایم یک نام کوتاهی یک مکمل داشته باشه. سلامت باشید. برای کار و انتظار میشه سنه 30 و 31 دکبر نمایش از تئاتر کانیبادوم. برای کار با شما. برای کار شما. زنده باشید. غیرجان قادیروف بودن دیرکتور تئاتر بانم توفیق فاضلای شهر کانیبادوم. الان برای خودتون اطلاع گرفتید که در تئاترهای جمهوری در عرفه سال نو که ستاد مبارزه با کووید 19 در جمهوری من کرده است جشن سال نو، ولی بچه‌ها به هر راه و واسطه میخواهند تماشابین خودشون از دست ندهند. گروه تئاتر لختک نمایش تربیوی الهیده خودشون دارند با درخواست والدین در روزهای الهیده میتونید رفت تماشا کنید. بچهای قرغون تپه نمایشی نو دارند با نگاه داشتن فاصله اجتماعی و نقاب و مواد ضد عفونی تماشابیناشون قبول میکنن. بچهای کانیبادوم باشد نمایش خودشون در یوتیوب کانال میمونن. الان یک راهی بازم دسترستر و عمومی‌تر شدن که از دوشنبه و باختر و تمام دنیا میتونید نمایش آنلاین تماشا کنید.